دوستان گل و عزیزم، من امروز اومدم که یه چالش بذارم. یعنی چی؟ یعنی اینکه چالش کلاش کردن باید از ارتفاع 30 بلاکی، 60 بلاکی و 90 بلاکی که 30 تا اضافه شده کلاش کنیم و توی این چستا هم وسیله‌ای که باهاش اولی که 30 تایی با پاکت آب شروع می‌کنیم. و اگر اینا تونستن حتما کامنت بذارین و بگین چه چیزای دیگه میخوان، چه چالش‌های دیگه میخوان به من سوروایوالش کنم. چالش‌های بیشتر کامنت بذارین و این کامنت که من ماینکرافت باز و تمرین کردم که تونستم اینو برم. خدا کنه تمریناتم رو اینا ای دوتا هم جواب بده. اینم اسلایم. من ماینکرافت باز نیستم در واقع، ولی دیگه چه میشه کرد؟ برای که ویدیو بسازیم همین با همین کارا رو و هم اینا دو تا فرصت دارم. خب میریم بلا خدا تمریناتم داره جواب میده. ای بابا چرا این میاد؟ خب تمریناتم جواب داده. دومی هم که دومی هم رفتیم. خدا کنه سومی رو انشالله رد کنیم. 90 تایی هست اسلایم برنامه. میخوای یه اسلایم اینجا بذارم؟ آخه بپرن رو همین میفته. 90 بلاکی سختره هم هست. من تونستم تمریناتم جواب داد. ای جانم تمریناتم جواب داد. بچه ها حال کنید. خب اولی که کامنت بود حتما باید کامنت بذارین. کامنت رو فراموش نشه. دومی هم که لایک بود و سومی هم سابسکرایب. لطفا سابسکرایب کنید. لطفا منو دنبال کنید که ویدیوهای بیشتر، جنجالی‌تر و خشن‌تر براتون بذارم. چه ویدیو خشنی؟ خوب دیگه شما لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت هم بذارید. خاموش.